مرد دوزخی را میارم و دو پای افضالی که دوزخی هستند در پیش او میگذارند و میگویند این پای افضالها را بپوش. پای افضالها پیغمبر خدا گفت چنان یک حرارت، چنان یک حرارت گرمیش بلندی هست که چه از یغل منها دماغه، آب بینیش می جوشاند. این آسان ترین عذاب دوزخ است. ما و شما بترسید. یا ایها الناس اتقوا ربکم، برای همین خدا ما و شما را میگوید ای مردم از خدا بترسید. خدای شما سختگیر است. شاید بعضی سوال ها کنند که آیا ترازوی اعمال عمل انسان را چه میسنجد؟ مفسران بر این اختلافی نظر دارند. من در یگان حدیث صحیح ندیدم چگونگی ترازو را پیغمبر خدا بیان نکردند، لکن مفسران قرآن در این اختلاف دارند که عملهای نیک و بد شما در روز قیامت به یک مجسمه تبدیل می‌یابد، یعنی به یک صورت تبدیل می‌یابد، به یک صورت مردی زیبا یا به یک صورت مردی خیلی زیشت و اونها را خداوند در روی ترازو میگذارد، میکشد. کردارهای نیک ما و شما به صورت یک مردی زیبا میگردد، کردارهای بد ما و شما به صورت یک مردی خیلی زیشت، خیلی صورت شکلش ناخوبه تبدیل میگردد. خداوند اینها را میکشد و برای ما و شما خبر میدهد این عملی نیکتر، این عملی بدت است. بعضی از مفسران بر اینند که همون نامه اعمال کتاب وقتی که اگر وزنین باشد و خداوند در بالای همون ترازو میگذارد، همون زمان حکم تو را میبرارد. و این شب مفسران رفتند. لکن ما و شما یک عقیده باید داشته باشیم. و الوزن یومئذ الحق، خدا گفته است ترازو در روز قیامت حق است و عملهای شما همش کشیده می شود. خدا کند که در او روز این جمعیت ما و شما خندان باشند. خدا کند که در او روز ما و شما خجالت نباشیم. وقتی میگوید بنده ای که اگر در او روز ترازوی اعمالش سبک می شود چی میگوید؟ ای وای بر حال من، کجاست همون مرگی که کار خودش باز برای من انجام دهد تا که چشمهای من این ترازو را نبینند. چگونه ای که یک ترازو را در دنیا ما و شما اگر کیلوی ما و شما را یگان سوداگر اگر کم میزند و ما را در حالت جنایتش میقپیم خجالت میشود، بنده در روز قیامت همچنان در نزد ترازوی خود خجالت میشود. شما میتوانید به دنیا توانی عقبا خری، بخر جان عزیز ورنه حسرت خوری. شما میتونید که در همین دنیا ترازوی اعمالتان وزنی کنید، میتونید ترازوی اعمالتان در همین دنیا وزنی کنین. حضرت میگوید ورنه حسرت خوری. جان من میگوید حسرت بخوری دیگر برای تو فایده ندارد. این ترازوی اعمال است. من مختصرا برای شما اینا را حکایه میکنم. دویم نامه اعمال است. خداوند در سوره تکویر میگوید و اذا الصحف نشرت، ما برای شما در روز قیامت نامه اعمال میدهیم که این را باز خداوند در سوره انبیا هم خیلی روشن گردانیده است. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفی بک اليوم. خدا در قرآن میگوید روز قیامت وقتی شما زنده میگردید در گردنهای شما نامه های اعمال شما مثل گردنبند واری کشال میایستد و او را ما کشاده میگردانیم و میگوییم بخوان کتابت را. آن روز شما این کتاب میخوانید، از کردارهای نیک و بدتان شما خود در آن روز آگاه میشوید. فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا.
خداوند در قرآن میگوید وقتی که اگر شما را من نامه اعمالتان را به دست راستتان دادم چی می شود؟ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، آسانی تو حسابی تو بسیار به آسانی انجام می‌یابد. تو در حالت حساب نجات می‌یابی. و ینقلب الی اهله مسرورا، وقتی که نامه اعمال تو به دست راست تو داده شد تو خندان و شادان به نزد اهل خود وارد جنت می‌گردی. این قرآن برای ما و شما حکایت می‌کند. و اما من اوتی کتابه وراء ظهری فسوف یدعو ثبورا و یصلی سعیرا انه کان فی اهله مسرورا انه ظن ان لن یحور بلا ان ربه کان به بصیرا. خدا میگوید وقتی که اگر نامه اعمال شما به دست چپ شما داده شد یا از جانب پشت شما داده شد، این حالت شما هلاک خواهید شد. و یصلی سعیرا، و شما وارد دوزخ میگردید. انه کان فی اهله مسرورا، این آدمی که به دست چپ خدا میگوید نامه اعمالش گرفته بود در دنیا با خانواده خود خیلی خرسند بود، حتی چنان ماشین‌های رنگارنگ و چنان منصب و دولت وی را مست مغرور کرده بود که بار قیامت یادش نمی آمد. حتی در بین همون اولاد خودش بسیار خوشنود بود که میگفت که این قیامتم حق نیست، این حسابم حق نیست، نامه اعمالم حق نیست. انه ظن گمان میکرد. خداوند میگوید در گمانش میگذشت. چی میگذشت؟ اینکه دویم باره زنده شدن نیست. لیکن خداوند میگوید بله انه کان، بله میگوید خداوند، بلکه این نامه اعمالم حق است، روز قیامتم حق است و جواب سوال و جوابم حق است. فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول ها اقرؤوا کتابیه این است که